سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 22 آگوست تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه دو جبهه مقاومت ضد طالبان تا به مسکو رسید. حجم ضرر 123 میلیون روبل. مهاجر تاجیک به برخستانه آتش زدن 10 ماشین گرانبهای کارفرمایش عیبدار می شود. حمله درون ها، جنگ اوکراین چگونه تا پای در ساکنان مسکو آمد. پیریخ فیچنکا، ونجیخو، قراتوش و سریتوش، سیوسنگ و زرتسنگ تبدیل بیش از 1000 جاینام در تاجیکستان. مریم خواننده صنف نو از دوشنبه چمپیون جهان اوید و تکواندو شد. و اکنون تفصیلات خبرها. روسیه تماسهایش را با گروه‌های گوناگون ضد رژیم طالبان در افغانستان افزایش داده است. اندری سرینکا، تحلیلگر روسی مسائل آسیای مرکزی و افغانستان، در یک مطلب که نشریه روسی سورشن سکرت روز 8 آگوست سال 2023 نشر کرد، با تکیه به منابع نزدیک به گروه‌های مسلح ضد طالبان خبر داد که الکی نماینده جبهه آزادی افغانستان از مسکو بازدید کرده با برخی همصحبتان با نفوذ به کرمل نزدیک ملاقات کرده است و قرار است اکنون نمایندگان جبهه مقاومت ملی نیز به مسکو بیایند. سرینکا تاکید کرده است که این تماس‌ها بعد 2 سال غصب قدرت در افغانستان از سوی حرکت تندرو طالبان صورت میگیرد. تحلیلگر روس می نویسد مسکو تا کنون تلاش داشت تا با طالبان روابط سازنده برپا کند، ولی ظاهراً برخورد بدون الटरनेटिوی مسکو نسبت به رژیم طالبان سر آمده است و مقامات روسیه روی گروه‌ها و نیروهای دیگر در صحنه افغانستان نیز فکر می‌کنند. بنابر اطلاع اندری سرینکا، در اول ماه آگوست سال 2023 یکی از رهبران جبهه آزادی افغانستان که به آن ژنرال محمد دیاز یاسین رهبری می‌کند به مسکو آمده یک هفته در اینجا قرار داشت و در این مدت یک سلسله ملاقات‌ها از جمله با برخی از همصحبتان با نفوذ به کرمل نزدیک برگزار کرده است. بنابر اطلاع منابع سرینکا، در نیمه دوم ماه آگوست قرار است رهبران جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود، فرزند احمدشاه مسعود نیز از مسکو بازدید کنند. منابع سرینکا گفتند که ماه آگوست خود احمد مسعود می‌خواهد به مسکو بیاید. او را در این سفر می‌تواند امرالله صالح، سابق رئیس خدمات امنیت و نایب سابق پرزیدنت اشرف غنی که بعد فرار غنی خود را پرزیدنت اعلام کرده بود همراهی کند. سرینکا در شرح این تحولات می نویسد در مسکو پیدا شدن نمایندگان اپوزیسیون مسلح افغانستان می تواند همچون تحریر استراتژی روسیه نسبت به افغانستان معنی داد کرد. یقینا رهبریت روسیه مناسبتش نسبت به دیکتاتور طالبان و مخالفین آنها را که آماده‌اند سلاح در دست به ضد رژیم طالبان مبارزه برند تغییر می دهد. سرینکا از بین جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود را در شرایط امروز گروه اعظم معروف ضد طالبان مینامد. این گروه ماه آگوست سال 2021 بلافاصله در پی به دست طالبان سقوط کردن کابل پایتخت افغانستان و فرار شرمنده آور پرزیدنت اشرف غنی از کشور تأسیس یافت. به نوشته سرینکا، طالبان در آغاز به احمد مسعود کرسی وزیری پیشنهاد کرده او را خریدنی شدند، ولی فرزند احمدشاه مسعود تن نداد. در نهایت طالبان نیروی هنگفتی را به دره پنشیر اعزام کردند و با کمک برخی از افرادی که خیانت کردند توانستند این دره سرکش را اشغال کنند. بعد تصرف پنشیر احمد مسعود به تاجیکستان پناه برد و حال و قرارگاه او و ستاد اساسی جبهش در همین جاست. جبهه آزادی افغانستان برابری ژنرال محمد دیاز یاسین را نمایندگان مقاومت نیروهای کماندوس هم مینامند، چون که بخش اعظم طرفداران و سربازان آن را افسران سابق کماندوسی حکومت قبلی تشکیل میدهند. سرینکا می‌افزاید تلاش‌های طالبان برای از بین بردن مقاومت حاصل نداد و گروه‌های مقاومت تا حال نه فقط وجود دارند بلکه تقویت می‌یابند. یکی از علامت‌های این تجاوز افزاینده کشورهای مختلف به جبهه مقاومت و جبهه آزادی است. اگر تا چند وقت پیش با جبهه احمد مسعود تنها دوشنبه و تهران تماس‌های نزدیک داشت، حالا رهبر جبهه مقاومت در عرصه‌های گوناگون بین المللی در فرانسه و افسر و ترکیه و کشورهای دیگر نیز مهمان قبول شده است.
دادگاه نویه زالزوی شهر نوسیبیرسک روسیه روز 21 آگوست سال 2023 به بررسی پرونده برقصدانه آتش زدن 10 ماشین مربوط به خانواده افتگانشی که شناخته دمیتری ماتویف آغاز کرد. ماشین های ماتویف رو روز 2 فوریه سال 2023 آتش زدند. حجم عمومی ضرر 123 میلیون روبل یا تقریبا 1 میلیون و 300 هزار دلار با قرب رسمی امروزه برآورد شده است. در کرسی عیبداری مهاجر از تاجیکستان قاسم جان حاجیبوف نشسته است. خود قاسم جان در جریان تفتیشات و در روز اول مرافعه دست داشتنش در این عمله را کاملا رد کرد، ولی بنا به فرضیه تفتیشات این مهاجر تاجیکستانی که در خانه ماتویف و همچون مرد کار میکرد از شرایط کار و حجم معاشش ناراضی بود و با مقصد نقار گرفتن از کارفرما ماشین‌های او را آتش زده است. در روز اول مرافعه زمان حبس مهاجر تاجیک تا 24 ژانویه سال 2024 تمدید کردند. به قاسم جان حاجیبوف بر اساس قسم 2 ماده 167 کودکس جنایی روسیه برای برقصدانه نابود کردن مال و ملک غیر تا 5 سال حکم یا کارهای اصلاحی و بر اساس قسم 2 ماده 158 برای دزدی تا 5 سال دیگر زندان تهدید میکند. درباره جبران ضرر در خبر دپارتمنت دادگاه ولایت نوسیبیرسک چیزی گفته نشده است، چون که از یک مهاجر بیچاره رویانیدن چنین مبلغ بزرگ 123 میلیون روبل کار بیرون از امکان به نظر می رسد. بر اساس مواد پرونده که برخی جزئیاتش را نشریه محلی پرسندنت تیوی و نشریه معروف روسی کمیرسان نشر کردند، قاسم جان حاجیبوف شرایط کار و معاش نوروزی شب 9 فوریه سال 2023 به گاراژ ماتویف که در قبط اول کتیج سی قبطه این اویله در موضع زالیتوفسک بور ساخته شده بود در آمده به بالای ماشین قیمتبهای تمغه بنتلی بنزین پوشیده آن را آتش زده است و سپس از گاراژ یک ولسپید صاحبخانه را گرفته با آن از جای حادثه فرار کرده است. خبر سوختار به سوختارنشانان ساعت 02:28 دقیقه رسیده است و آنها به جای حادثه رسیده تنها ساعت 04:35 دقیقه توانستند آتش را خاموش کنند. آتش به جز از بنتلی باز 9 ماشین دیگر گرانبها را که به شرکت دمیتری ماتویف و اعضای عائله او تعلق داشت به کام خود فرو کشیده است. ماتویف ادعا دارند که بر اثر سوختار باز دیگر مالهای قیمتبای آنها که در درون ماشینا بودند سوخته نابود شدند. قاسم جان حاجیبوف را بلافاصله بعد این حادثه بازداشت کردند و او اینک بیش از 6 ماه باز در حبس قرار دارد. مرافعه نوبتی این پرونده پرسر و صدا روز 28 آگوست دایر می شود. طی چند روز اخیر حمله های طیاره‌های بی سرنشین یا درون به منطقه های روسیه مخصوصا به پایتخت آن شهر مسکو و ناحیه‌های گرد و اطراف آن که به نام پدماسکوف شناخته شده است اوج گرفته است. حمله ها با استفاده از درون ها که باور می رود از طرف اوکراین به سوی شهرهای روسیه از جمله به سمت پایتخت آن شهر مسکو و اطراف آن پرتاب کرده می شوند. تا کنون شاید خسارات جدی به جا نگذاشته باشند، ولی از لحاظ روانی به ذهن ساکنان روسیه تاثیر منفی دارند، چون که حمله ها نشان میدهند که دامنه جنگ روسیه به ضد اوکراین تا به در خانه خود آنها رسیده است. صبح 22 آگوست سال 2023 شهردار مسکو سرگئی سابیان و والی ولایت مسکو اندری ورابیوف از سقوط دادن 2 درون در ادنسوو و کراسنogorsk خبر دادند. گفته می شود شاید هدف درون که در کراسنogorsk سقوط کرد بناهای حکومت ولایت مسکو باشد، زیرا آن نه چندان دورتر از جای حادثه این بنا جاگیر شده است. بنا به گفته این 2 منصبدار روس، نیروهای ضد هوایی هر 2 درون را زده به زمین افکندند. ضمن این عملیات یگان تلفات جانی به قید گرفته نشده است، ولی تلگرام کانال شاد و بعضا که به مقامات قدرتی روسیه نزدیکند از جای حادثه چندین عکس و ویدیو را نشر نمودند که طور در آنها دیده می شود بر اثر این حمله درون ها شیشه های تریزه های خانه های استقامتی بلند آشیانه شکسته و چند ماشین هم آسیب دیدند. این حمله درون ها باعث گردید که فرودگاه های ونوکا و دمدید و موقتا کار خود را قطع نموده طیاره های در فضا بوده را به دیگر فرودگاه ها بفرستند. در همین حال وزارت مدافع روسیه نیز تصدیق نمود که نیروهایش 2 درون را در فضای ولایت مسکو سقوط دادند. 2 درون دیگر را در آسمان ولایت برینسک با ایجاد کردن موجهای رادیو الکترونی از کار برآوردند. یک روز پیش 21 آگوست سال 2023 نیز 2 درون که گویا به گفته مقامات روسیه شهر مسکو را هدف گرفته بودند
در ولایت مسکو سقوط کردند. مدیر شبکه تلویزیونی ارتی مارگاریتا سیمانیان که او را پروپاگاندیست رقم 1 در روسیه میشناسند خبر داد که یک درون نه چندان دورتر از خانه او که در نویه ایسترا یک منطقه امن و مکان زیست چندین تن از منصبداران والامقام روس جایگیر شده است افتیده است. مقامات روسیه روز 21 آگوست گفته بودند که ضمن این دو حمله درون ها 2 نفر عضو جسمانی برداشته، یکی آنها به بیمارستان انتقال داده شده است. همزمان بر اثر این حمله ها روز 21 آگوست همه فرودگاه های مسکو موقتا کار خود را قطع نموده نقشه کاویار را برا ماندند که طبق آن 45 طیاره که می باید در این فرودگاه پایین می اومدند به فرودگاه های دیگر شهرهای روسیه فرستاده شدند. همچنین در همین روز 21 آگوست سال 2023 فرودگاه نظامی شایکوفکا در ولایت کالوگا نیز هدف حمله درون ها قرار گرفت که در نتیجه 2 طیاره جنگی روسیه آسیب دیده است. در سانحه 19 آگوست نیز یک فرودگاه نظامی روسیه در ولایت نیژنی نوفگورود زیر حمله طیاره های بی سرنشین قرار گرفته بود که در نتیجه یک طیاره جنگی بمب افکن نو تو 22 پر آتش گرفته کارنوشای هم گردید. باید یادآور شد که حمله طیاره های بی سرنشین به پایتخت روسیه شهر مسکو از اول ماه می سال 2023 آغاز شده در ماه آگوست اوج گرفتند. تنها در 3 هفته اول ماه آگوست مسکو 5 مرتبه زیر حمله درون ها قرار گرفت که 2 دفعه اون به مسکو سیتی، یکی از مرکزهای تجارتی که با بناهای آسمانبوسش مشهور است، راست می آید. اگرچه حمله های سرشمار درون های اوکراین هرچند خسارات چشمرس به جا نمی گذارند، ولی بازتاب آن در واسطه اخبار عامه و تاثیر تبلیغاتی آن به ساکنان روسیه، به خصوص به آنهایی که از جنگ طرفداری میکنند، فکر میکنند که آنها دور از میدان جنگ در شهرهای بزرگ به زندگی روزمره خود در شرایط امن به طور دائمی ادامه میدهند. ولی هجوم درون ها نشان میدهد که جنگ تا به کوچه آنها آمده است و دیر یا زود در خانه آنها را نیز میتواند بکوبد. از همه بیشتر انشاءات نویه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان تبدیل نام کردند. پیرخ ارباب حزب شوروی سرگ ارجونیکیدزه سپیتامین، پیرخ مارشال الکساندر واسیلیفسکی میرزا ترسونزاده، پیرخ دانشگاه دولتی مسکو، دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی نامگذاری شد. قسمی از پیرخان نام عالمان تاجیک ابوریحان بیرونی، رؤوف برات، نادر عادل را گرفتند. پیرخ کلین نامش را به نام شاه معروف ایرانی و قهرمان شاهنامه کیکاووس عوض کرد. در پیرخان نام فرزندان شایسته ملت نصرت الله مخزوم، سیدای نصفی، قندیل جورایف، ازلشاه عالموف، میرسعید میرشکر، این چنین شرقشناس معروف روس واسیلی بارتالت ابدی گردانیده شد. همچنین نام پیرخ به افتخار سابق دیرکتور کتابخانه دولتی به نام ولادیمیر ایلیچ لنین ایلینا رزمیروویچ که سال 1932 در اکسپدیسیون پامیر اشتراک کرده بود، پیرخ رابیه آزاد نامگذاری شد. همه پیرخ‌هایی که به زبان بیگانه نامگذاری شده بودند به نام‌های تاجیکی عوض کرده شدند. با قرار حکومت نام‌های نو زیاده از 900 دریای تاجیکستان که قبلا به زبان قرغیزی یا ازبکی صدا می‌دادند تصدیق کرده شدند. همچنین نام‌های تاجیکی تحریف شده همه ذخیره‌های آبی تاجیکستان تغییر داده شدند. به این طریق موکسو، بموغوب، ساوکسوی، سردوبرد، علیچور، علیچور، قزلسو، سرخوب و شیرکند شیرقند نام گرفتند. غیر از این نام‌های 52 کول عوض کرده شد. زورکول در پامیر، زرینکول، اخکول در شغنان، سفیدکول و اویکول در نویه شهرستان موهکول نامیده شد. زیاده از 80 کوه، 129 قطار کوه، 145 کوه‌های جداگانه و 237 عقبه های کوهی نامشون را به شکل ملی عوض کردند. در پامیر قطار کوه‌های زالایسکی، بکیومرس، تانیماس، تاموراس، موسکول، مرغوب تبدیل نام کردند. در جنوب جمهوری قطار کوه‌های ترکیلتاف به افتخار شاعر و متفکر جلال الدین بلخی نامگذاری شد. قطارکوی باباتوغ باباکو نام گرفت. در نویه مرغوب من بعد کوه‌های قراتوش و سرتوش
متناسباً سیاه‌سنگ و زردسنگ نامیده می شوند. نام‌های زیاده از 1000 قطار کو، عقبه، پیریخ، کول، دریا، وادی و دره به موضع‌ها عوض کرده شدند. از همه بیشتر انشاءات نوعی مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان تبدیل نام کرد. در قلمرو این نوعیه 1005 انشاءات جغرافی نام زبان تاجیکی گرفتند. در نوعیه‌های باباجان، غفور و پنجکنج ولایت سوخت 200 انشاءات و در نوعیه اشت و لخش به بیش از 100 انشاءات چنین نام‌های نو گذاشتند. رئیس کمیته رشد محل جمهوری شریف جان جمعه‌زاده قبلا ضمن نشست مطبوعاتی ضرورت تبدیل نام یک قطار محله‌های اهالینشین و انشاءات جغرافی را چنین شرح داده بود. بسیاری از نام‌های جغرافی به طلبات معاصر جوابگو نیستند. در آینده نزدیک در ولایت سوخت 170 و در ولایت ختلان نام 342 محله‌های اهالینشین عوض کرده می شود. در شهر و نواحی تابع مرکز 238 و در ولایت مختار کوهستان بدخشان 52 موضع تبدیل نام می‌کنند، گفته بود جمعه‌زاده. او ذکر کرده بود که تبدیل نام انشاءات جغرافی و محل‌های اهالینشین روند دائمی بوده، من بعد نیز ادامه می‌یابد. خواننده صنف نوع مکتب میانه رقم 21 نویه شاه منصور شهر دوشنبه مریم عبدالرحیمووا روز 19 آگوست سال 2023 در روز اول چمپیونات جهان اوید به تکواندو که در شهر استانا پایتخت قزاقستان ادامه دارد صاحب مدال طلا و سزاوار عنوان چمپیون یا قهرمان جهان گردید. در این باره در فیسبوک اسام‌الدین بابازاده سردار مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی و میانه عمومی سراست معارف شهر دوشنبه خبر داد. آفرین، خواننده پایتخت چمپیون جهان شد. نوشته است اسام‌الدین بابازاده. تکواندو مثل کراته و کنفو یک نوع محاربه‌های شرقی است. چمپیونات جهان اوید به تکواندو با اشتراک بیش از 900 ورزشگر از 45 کشور دنیا در شهر استانا 19 آگوست آغاز یافته تا 27 آگوست دوام می‌کند. در این مسابقه جهانی تاجیکستان را در عموم 24 ورزشگر نمایندگی می‌کنند. مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که 21 آگوست سال 2023 کارمندان ریاست مخصوص گردانده شده جستجویی و نجات این کمیته در نتیجه راه‌اندازی عملیات جستجو جسد ساکن 11 ساله دهه جنگل‌آباد شهر وحدت و ساکن 53 ساله دهه خوجه 5 جماعت دیهات اماندره شهر پنجکنج را پیدا و به پیوندانش سپاریدند. کمیته به خویش و تبار و والدان هلاک شدگان اظهار همدردی می‌کند و با احترام از ساکنان کشور خواهش می‌کند که فرزندان نابالغ خود را به نظارت نگذارند. همچنین صبح بر وقت 22 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 9:40 دقیقه در کیلومتر 145 راه ماشینگرد دوشنبه خوجند در حدود دهه خوشیکت نویه عینی یک ماشین تمغه دولان که از سمت خوجند به دوشنبه در حال حرکت بود از جانب یک ساکن 25 ساله دهه بسمند نویه دفعشتیج اداره میشد. به سبب ازوده اداره ماشین نبر آمدن راننده به جای سرازیر شد. در نتیجه راه‌اندازی کارهای نجات از جانب کارمندان کمیته ولایت‌های فوق‌العاده راننده از داخل ماشین بیرون کشیده شد. از بس که جراحت برداشته بود او را به بیمارستان نویوی بستری کردند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در این ارتباط به رانندگان مراجعت می‌کند که هنگام سفر در راه‌های کوهی قاعده‌های بی‌خطری و قاعده‌های حرکت راه را جداً رعایت کنند. عملیات دیگر نجات روز 21 آگوست ساعت 14:47 دقیقه در پایتخت صورت گرفت. به قسم نوبداری کمیته خبر رسید که در کوچه محمدیف یک درخت کلان در حال صدمه‌ای قرار داشته می‌تواند هر لحظه افتد و ترانسفورماتور کنارش را خراب کند و باعث بی‌نیروی برق ماندن ساکنان شود. دسته امدادگران کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در شهر دوشنبه به جای حادثه رسیده با یاری تجهیزات مخصوص درخت را بریدند و خطر رفع شد. نیمه دوم 21 آگوست سال 2023 ساعت 18:38 دقیقه ساکن کوچه نعمت قربویف گریچسکیا ویرا به قسم نوبداری خبر داد که در تاخانه این بنا یک گربه درمانده است. به جای حادثه گروه امدادگران سفربر شد و معلوم گردید که گربه در سیم‌های بین قبرها رست مانده و امکان رهایی نیافته است. نجات‌دهندگان وارد تاخانه شده گربه را به آسیب از بند رها کردند.
مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از هلاکت دو نابالغ در دو صدمه روز 21 آگوست سال 2023 خبر داد. از جمله 21 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 2:00 دقیقه راننده ماشین تمغه خونبای عطیف عظیم خان سال تولدش 1992 ساکن شهر خوجند هنگام حرکت در راه ماشینگرد خوجند دوشنبه چنوق در حدود شهر استرافشن از عهده اداره واسطه نقلیات نبر اومده پیادهگرد نابالغ سووانوف خوشبخت سال تولدش 2010 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ سووانوف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 21 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 2:00 دقیقه راننده ماشین تمغه تویوتا کمری عظیموف سمندر سال تولدش 1990 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در شورای دوشنبه کولاب در حدود جماعت دیوت سیبستان نویه دنغره قاعده های حرکت راه را رعایت نکرده به سمت مقابل حرکت راه برآمده چپ شده است. در نتیجه مسافر این ماشین نابالغ کریمزاده رقیه سال تولدش 2017 ساکن شهر دوشنبه جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر دیگر کمال وزیبو سال تولدش 1987 ساکن شهر دوشنبه جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اوید به این حادثه و تحقیقات ادامه دارد. بنا به آخرین آمار وزارت کارهای داخلی در نیمه اول سال 2023 در راه‌های تاجیکستان در 492 صدمه 193 نفر به هلاکت رسیده 514 نفر دیگر جراحت برداشتند. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه فردوسی با عریضه زن 33 ساله ساکن نویه تیمور ملیک مراجعت نموده است که ماه ایون سال 2021 در کوچه فردوسی پایتخت مرد 40 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش در آمده از او 50,000 سومانی گرفته وعده داده است که بر عوضش در حدود شهر دوشنبه یک نقطه سودا را به رسمیت درآورده به امیدیت اما وعده‌اش را تا حال اجرا نکرده است. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه دنغره با عریضه زن 31 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که شب 20 به 21 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 0:30 دقیقه شخصان نامعلوم به طریق پنهانی به منزل استقامتیش در آمده از داخل صندوق چوبین $600 امریکایی 7500 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغ 17 ساله ساکن امین نویه که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. وقت‌های آخر بعضی رانندگان واسطه نقلیات عدد خصوص جوانان دیده و دانسته طلبات قاعده‌های حرکت در راه را دغلانه صرف نظر نموده این عملهای نامطلوب خود را ادامه می‌دهند. پیشگیری حادثه‌های ناخوش نقلیاتی در حدود پایتخت و قاعده ویرانکنی‌ها در قیاس به سال‌های پیش کم گردیده باشد هم ولی تا هنوز عامل و سبب‌های در حرکت واسطه‌های نقلیات جای دارند که از هر کدام ما اشتراکچیان حرکت در راه معرفت بلند حقوقی و آداب و مناسبت شهروندی را تقاضا می‌نماید. بنابراین از همه شهروندان به خصوص رانندگان واسطه‌های نقلیات و دیگر اشتراکچیان حرکت در راه احترامانه خواهش می‌نماییم که طلبات قاعده‌های حرکت در راه را رعایت نموده با این عمل شایسته خود صدمه‌های نقلیاتی را پیشگیری نمایند. رویخط رانندگانی که قاعده‌های حرکت در راه را ویران نموده توسط واسطه‌های مخصوص شهر بی خطر ثبت گردیده جریمه‌ها را پرداخت نکردند در زیر پیشنهاد می‌گردد. تویوتا کامری رقم قید دولتیش 4832AX01 50 مرتبه قانون حرکت راه را ویران نموده است. تویوتا کرولا 2841HP01 14 مرتبه قاعده حرکت راه را ویران کرده است. مرسدس بنز رقم قید دولتیش 1975XA01 20 مرتبه قاعده های حرکت راه را ویران نموده است. مرسدس بنز رقم قید دولتیش 9664AE03 34 مرتبه قاعده های راه را ویران کرده است. اوپل استرا رقم قید دولتیش 2668AM01 13 مرتبه قاعده های حرکت راه را ویران کرده است. دیو تیکو رقم قید دولتیش 1015BA07 38 مرتبه قاعده های حرکت راه را ویران کرده است. مرسدس بنز رقم قید دولتیش 5987MB01 20 مرتبه قاعده های حرکت راه را ویران کرده است. روان رقم قید دولتیش 4141CX01
50 مرتبه قاعده های حرکت را را ویران کرده است. اوپل استرا رقم قید دولتیش 1680 KM02 20 مرتبه قاعده های حرکت را ویران کرده است. روان رقم قید دولتیش 1932 تا 09 18 مرتبه قاعده های حرکت را ویران کرده است. تویوتا پرادو رقم قید دولتیش 843 ZP01 23 مرتبه قاعده های حرکت را ویران کرده است. فورد رقم قید دولتیش 8206 EA01 20 مرتبه قاعده های حرکت را ویران کرده است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.